سلام و درود خدمتون دوستای عزیز. امید که جور و صحتمند باشین و انشالله در هر کجایی که هستین در پناه خداوند بزرگ باشین. خب میایم با یک از ویدیوهای درسی دیگه ما، جلسه ششم از کتاب Let's Go One. البته از شما از جلسه اول الی جلسه پنجم در چینل یوتیوب گذاشتیم و میریم بالای درس ششممون. خب صفحه 16 کتاب امروز شروع میکنیم. بخیر. Let's learn more. بیایید که بیشتر بیاموزیم. خب دوستای عزیز، قبل از اینکه روی درس بریم ما یک نکته رو میخوایم یادآوری کنیم. کسایی که علاقه‌مندی به لغات‌های خود کتاب Let's Go بود، با ما در چینل تلگراممون، چینل تلگرام اسمتی که لینک چینل در کامنت ها میگذارم، شما میتونین که وارد چینل شین و لغات‌های کتابا رو ما بیرون میکشیم و البته کتاب درس نمیدیم، فقط لغات‌هاش بیرون میکشیم و تلفظ کرده به شاگردای ارائه میکنیم. شما میتونید که استفاده کنید، هرچند که در ویدیو کلا براتون تلفظ و ترجمه هم میکنم. خب میریم روی درس ما. Let's learn more. بیایید که بیشتر بیاموزیم. more بیشتر. Part A بخش A. Learn the words. لغات ها را بیاموزید یا کلمات را بیاموزید. 8 لغات یا 8 کلمه است که اشکال هندسی هستند. ما براتون میخونم و ترجمه میکنم. Number 1 a triangle. یک مثلث. Triangle مثلث. Number 2 a square. Square یک مربع. Square مربع را میگه. Number 3 a circle. شماره 3 یک دایره. Number 4 a star. شماره 4 یک ستاره. Number 5 a diamond. Number 5 شماره 5 یک لوزی. دایموند الماس هم میگه ولی لوزی را هم میگه، به دلیل ازی که اگر متوجه شده باشین شکل لوزی هم مانند الماس است. Number 6 شماره 6 a heart یک قلب. Number 7 an oval یک بیضوی. oval بیضوی معنی میده. Number 8 a rectangle. شماره 8 یک مستطیل. خب میایم بالای پارت B. Make sentences. جملات بسازید. بخش B جملات بسازید. اینا در حقیقت اما 8 لغتی که در بالا خواندیم در پایین در پارت B در جمله استعمال کرده یا در جمله استفادهش کرده، مثل محاوره واری. درست؟ خب This is a star. It's blue. دخترک میگه این است یک ستاره و او است آبی. درست؟ شماره یک کار کرده. شماره یک چی است؟ ستاره است و گفته که This is a star. این است یک ستاره یا این یک ستاره است. It's blue و این آبی است. خب دختری که جاکت زرد پوشیده بازم یک شماره رو میگه It's a blue star. نه شماره رو نمیگه، فقط به نحوی دیگه جمله رو میسازه. It's a blue star. این است یک ستاره آبی. خب شاگردای عزیز، دوستای عزیز، از شماره 2 الی شماره 8 باشه وظیفه خانگی برای شما، یعنی پیش خودتان کار کنین که بفهمین که چقدر آماده شدین. من یک دونه دیگه کار میکنم. مثلا من شماره 5 کار میکنم. شماره 5 است یک دایره. درست است؟ یک دایره. میگم This is a circle. این است یک دایره یا این است یک دایره. درست؟ خب رنگش چی است؟ رنگش گلابی است. درست؟ گلابی را در انگلیسی میگن pink. میگم It's a pink circle. این است یک دایره گلابی. درست است؟ خب میریم به صفحه اپدیت کتاب. پارت C Play a game. بخش C یک گیم بازی کنید. Ask your partner. از پارتنرتان یا از پروفایلتان بپرسین. البته در صنف کار میشه، از همکارتان بپرسین. خب این گیم چه قسم است؟ این گیم قسمی است که شما نظر به این چهار چوکاتی که زرد است میبینین کار میشه. مثلا اینجا یک جمله خودش کار کرده. Is this a red square؟ آیا این یک مربع سرخ است؟ اگر هست میگین yes it is
اگر نیست میگین no it isn't. درست؟ و چه قسم کار میشه؟ فقط از این قسمت کار میشه مثل مارمانند میاد تا به end start، این از اینجا شروع میشه اینجا ختم میشه. درست است؟ این باشه وظیفه برای شما که شما پیش خودتان کار کنین. چه قسم کار میکنین؟ مین اول مربع کار میکنین، باز مین روی پنسل، باز مین روی مثلث، باز مین روی ستاره، باز مین روی دایره و هم قسم بالای لوزی، مستطیل، بیضوی و قلب، میز، چوکی، قلم، مارکر، باز هم میز، باکس، باز ستاره و بالاخره خلاص. و پیش خودتان در کتابچه نوت کنین جمله را کار کنین. درست است؟ خب میم به پارت دی. listen and do. بشنوید و انجام دهید. Number 1. pick up your pencil. pick up بلند کردن معنی میده. درست است؟ بلند کردن. pick up your pencil پنسلتان را بلند کنید. Number 2. draw a triangle. draw a triangle. draw رسم کردن معنی میده. triangle مثلث معنی میده. draw a triangle این جملات امری هستند. یک مثلث رسم کنید. Number 3. شماره 3. pick up a red marker. یک مارکر سرخ را بلند کنید. یک مارکر سرخ را بلند کنید. Number 4. شماره 4. draw a picture. یک تصویر رسم کنید. یک تصویر رسم کنید. خب این صفحه هم خلاص شد. میایم به صفحه 18 کتاب و let's read phonics یا صداشناسی. خب ما دو حرف قبلا کار کرده بودیم، حرفایی که مترادف یکدیگر هستن کار کرده میشن، البته مطابق چیزی که کتاب لیتس گو تعیین کرده. در این درس هم فونیکس بالای دو حرف دیگه تمرکز کرده که حرف سی و حرف جی است. درست؟ خب در زبان انگلیسی وقتی که ما حرف سی را میخوانیم اونجا قاعده قسمی است که میگیم که هرگاه بعد از حرف سی آی ای وای بیاید حرف سی صدای سی نمیده. در زبان فارسی ما شما صدای سی نمیده. در غیر صورت صدای چی میده؟ صدای کاف میده. خب اینه میره به انگلیسی چه قسم میگن؟ اما صدای کاف میگن که، صدای سینش میگن س این قسم. درست؟ سی نمیگن س ایتو. جی هم عین ترتیب است. جی هم گ جا. خب یا با قوانین خاص خود داره که در صداشناسی ببخشین در اوایل گرامر در بخش الف با خوانده میشه که در کجا جی خوانده میشه و در کجا گاف خوانده میشه. درست است؟ اینجا فقط بالای ک و گایش کار شده بس. خب پارت A. listen, point and say. بخش A. بشنوید، اشاره کنید و بگوید. حرف C. cat پشک، coat کرتی، cow گاو. ببینید در هر سه حالت حرف سی که قبل بعد از او هیچ آی وای و ای وجود نداره صدای کاف میته. ببینید که تلفظ میشه. درست است؟ خب جی girl دختر، get دروازه، got بز. ببینید در هر سه حالت چه قسم تلفظ میشه؟ گ هیچ تغییر نمیکنه. خب در پایین هم در بخش بی پارت بی فقط هم چیزی است که در بالا خوانده شده. listen بشنوید، point اشاره کنید، and chant و بسرایید. این در حقیقت مثل یک ترانه ولی اینجا دوباره کار شده. The CG phonics chant. آواشناسی ترانه آواشناسی سی و جی. درست است؟ خب حالا اگر شما خواستین باز پیش خودتان میتونین که را بخونین، هرچند اینجا ضرورت نمیبینم چون چیزی که ضرور بود ما در بالا در بخش فونیکس خواندیم و نیاز نیست که بیشتر از این در پایینی را بخونیم. فقط مثل یک ترانه ولی خوانده میشه.
که روبرش سی است. کت، کاو، کوت. درست؟ کوت، گوت، گرل، واو. این قسم. بس خلاص. خب دوستای عزیز، این بود جلسه ششم درس امروز. شما میتونین که درس های قبلی را در چینل یوتیوب ما، چینل اسمتی به دست بیارین و تعقیب کنین. و ضمناً شما میتونین که وارد چینل تلگرام ما شوین. در کامنت لینک چینل تلگرام رو میگذاریم. مشکلات یا سوالای درسی که دارین میتونین که با ما شریک کنین و حل گردد انشالله. اوقات خوش داشته باشین. این بود درس ششم. تا درس هفتم. خدا نگهدار.